کاسیات آریات کی هست؟ تشریح میکنه علما. یک کسی که لباس بپوشه شرط از در لباس که باید تنگ نباشه، نازک نباشه. هم بر مردها شرط است، هم بر زنها شرط است. شرط لباس بر مردها هم است که باید لباس نازک نپوشه و بر زنها هم است که لباس نازک باید نپوشه. یک مرد خیلی لباس های نازک بپوشه که اعضای بدنش معلوم شود، عورتش معلوم شود، ترک فرض نکرده ولی ترک فرض کردن. بسیاری از ریش سفیدا و بسیاری از جوانا را در می امامای عمومی شما اگر کدام وقت رفته باشین در اونجا که هیچ چیز در حالی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعیین کرده که از زیر ناف تا زیر زانو عورت غلیظه مردها هست. و روز یک کس آمد پیش من گفت استاد در امام عمومی رفتم خلاص، گفت که بیخیر چون عورت مورد وجود نداشت، زانوها از کلگی رانهایشان معلوم میشن. برادر عزیز فرض است سر تو هم، اگر از زنها کل بدنشان عورت است، از تو هم از زیر ناف تا زیر زانو عورتت است. از زنها خب باز امی اندازه عورتشان خب باز امرای نامحرم است. از تو هم کت مردمای نامحرم، حتی کت محارمت بغیر از همسر امرای دیگرها برادرت با کلگی باید از زیر ناف تا زیر زانو معلوم نشه. اینال دوم قسم کاسیاتون آریاتون کدام مردم ها هستن؟ کسانی که لباس های چی می پوشه قاری صاحب؟ تنگ و چسب که در بدنش چسبیده. قسم سوم اینال کاسیاتون آریاتون کسی که پتلون کوبای چسب می پوشه در کاسیاتون آریاتون داخل میشه نمیشه؟ اعضای بدنش معلوم میشه نمیشه؟ وقتی که لباس چسب پوشیده شود که بلندی و پستی بدن معلوم شود از پشت از تکه، این هم در حکم کاسیاتون آریات است. سوم قسم کاسیاتون آریات کسایی هستند که لباس هایشان کوتاه هست. لباس هایشان چی هست؟ کوتاه هست، نیماستینه می پوشه. برای دختر مسلمان پوشیدن پیران نیماستینه حرام، ناروا، ناجایز او ده حق سلیان ده پارچ خپل خوزی تا نیماستینه کمیز جوڑی او خیاط یوری او ورته داکار کئی ورته وایو چې ورورګله ته بی غیرتی، ته بی حیای، ته بی شرمی، ته د دوسانو په لست کې داخلیږي. والسلام. اینال دامنک کوتاه، پتلونک کوتاه، آستینکای کوتاه، این در جمله کاسیات آریات است. بفهمین خواهرای عزیز که تو از این جمله که پیغمبر خدا برات میگه 5 وقت نماز میخوانی، یخن کوتاه، یخنه که تا گلونش نمیرسه، یخن آواز میکنه تا به اینجا، یخنا کلان است و چت این قسمتاش معلوم میشه. خواهر گلم 5 وقت نماز میخوانی، 5 وقت عبادت میکنی، نکو خود دوزخی. در این حدیث پیغمبر داخل استی. در این حدیث پیغمبر گران خوره پدر کمی چه در طول معلومیگی طب کاسیات و ناریات که داخلهگی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وای شد ما په وقت که داس نوی خزه زنها در زمان ما این قسم نبود. او مرده که خانم خود امی قسم یخن باز برش جور میکنه، ای هم به امرای خانم خود مستحق دوزخ میکنه. برای خانمایتان گریه کنین، برای خواهرایتان گریه کنین، برای مادرایتان، برای دخترایتان. اگر زورتان نمیرسه گریه کنین. ولی از خدا تو خود دوزخ میری، مرکت در دوزخ نپرتو، مرکت در دوزخ نپرتو. اگر خودش تانا در دوزخ مفتاد میفتی منوز هم لباسای تجور کو خدا در تاترین دوزخ ببرید میگفتیم. اما مشکلی هست که به امرای یک مرد، یک زن، 4 مرد چی میشه؟ در دوزخ میره، در دوزخ میره. گردنت که
یک خر کلان جور میکنی و باز وقتی که یک مرد میبینه از یگان تا که شرمید باز این قسم یک محکم میگیره. استاد آمده خانی و باشی چادرکش اینجا گرفته دیگه تو دست خود قیتک گرفته. از من نترس، از خدا بترس. از من چی میترسی؟ من خودم شهادتنامه و جنتی بودن ندارم. من زیادتر از خدا میترسم. از خدا بترس. از ریش سفید میترسی، از عالم میترسی، اما از خدا نمیترسی. و او پدرهایی که دخترهای خدا تشویق میکنن، اولادهای خدا تشویق میکنن که قسمی یخن جور کنن، لباسهای کوتاه بسازن و بی تفاوت هستن در مقابلشان. این پدرها ضد آیت قرآنی که خدای عزوجل برشان میگه که یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ادعای ایمان میکنین و مؤمن اگر نیستین، خدای عزوجل براتون میگه که یا ایها الذین آمنو قو انفسکم و اهلیکم نارا. شما هم خود وقایه بکنین، و هم اعضای فامیلتان. از چی؟ از آتش دوزخ. وقودها الناس والحجاره، که خدای عزوجل میگه که هیزم از آتش دوزخ انسانها و سنگ هاست. علیها، بالای اینمی دوزخ، ملائکتون، پولیس های خداوندی هستند، ملائکه ها هستند، شدادون بسیار شدید، غلاظون بسیار سنگدل، لا یعصون الله ما امرهم، معصیت خداوند در اوامر خداوند نمیکنه. وقتی که رفت دخترت صدا میکنه که خدایا، پروردگارا، من نمیفهمیدم، پدرم مرا در مسجد در درس نمیماند که برم، لکن اینمی پدرم مرا اجازه میداد که من برم در بین هتل. اینمی پدرم با بسیار بیغیرتی برای من اجازه میداد که در پیش خیاط نامحرم استاد شو و ما بر لباسای من و اندام اندازه ش بگیره. خدایا، اینمی پدر بود که بی تفاوت بود. اینمی پدر بود که خودش روز 42 رکعت نماز نفل میخواند، خودش ختم میکرد، خودش قرآن شریف میخواند، خودش احکام دین سر خود تطبیق میکرد، ولی ما را در آتش دوزخ انداخت و یک روز بر من نگفت که بچیم، این لباس پنجابی که میپوشی که بغلاش معلوم میشه، این در دین اسلام نیست، از خدا بترس. برم خودش تکه میخرید. خود پدرم، خود شوهرم، خود برادرم به اندازه خدای بی غیرت بود که خودش استاد میشد مرا میگفت که تو کت دکاندار گپ بزن. من دکاندار مشتری ما بود، تنها پیسه میداد. کل قصه را کت دکاندار نامحرم من پیش‌ازی میکردم. خدایا تو خود ذات غفور هستی، خدایا تو خود ذات عادل هستی، خدایا تو ذات منتقم هستی. از این پدر بی غیرت من انتقام بگیر که مرا در دوزخ برده. زن، دختر، همسر و خواهر در روز قیامت استاد میشن و ارچار این مردا را استاد میکنن در مقابل خدای عزوجل و به خدای عزوجل از عجز بیچارگی خود نیاز میکنه که پروردگارا، این مردم افغانستان اگر در مسجد برش بگویی که میخوایم یک بخش بسازیم در مسجد برای زنها، که زنها هم به پای دین بشنون، زنها هم به قرآن بشنون، زنها هم به تبلیغ علما را در مسجد بشنون، تو صدرش سفید استاد میشه و یخنت پاره میکنه. نمیمانه که دارالحفاظ بسازی، نمیمانه که بخش زنانه در مسجد بسازی، اما اینمی نفره که در مسجد در مقابل خدای عزوجل از خانه خدا مردم مانع میشه، اینمی نفره باز ببینی که با اونمو بیغیرتی خود در اوتل موتر استاد میشه، با اینمی ریش کلان خود، با اونمو لنگی کلان خود، با اونمو قواره خود که مردم فکر میکنن ملائکه است، باز پشت سرش سیل کنی که دخترای جوانش از پشت سرش کلشان روان هستند، قولایشان لج، سرایشان برهنه، یخنایشان باز است و این تشویقشان میکنن. بنابراین خدای عز